بنابراین نقول ما میگوییم، یعنی مقصد هم با زبان میگوییم هم در قرارات قلب ما تصدیق میکنیم. یعنی عقیده‌ای که در قلب داریم اینه ما بیان کرده ایستادیم. آیید توحید الله تعالی چی میگوییم؟ عقیده بحثی وسیع هست. عقیده فنی کلان هست. یکی از مباحث های عظیم فن عقیده این توحید است و بزرگی فن عقیده هم به شرافت توحید است، برای اینکه توحید بحثش عاید شناختن الله تعالی است. دیگر تمام علم ها حتی باقی مانده عقیده هم درباره مخلوق ها هست. مثلا درباره فرشته ها ایمان آوردن به هستی فرشته ها و قدرت و ذکر فرشته هایی که در قرآن و سنت آمده است. ایمان به فرشته ایمان میبینیم. فرشته از نظر ما غیب است، ایمان میبینیم، لیکن فرشته مخلوق است. عقیده فرشته اعتقاد میکنیم. چه اعتقاد داریم؟ اعتقاد اهل سنت و الجماعت گرفته شده از قرآن و سنت مذکور است در کتاب ها. لیکن بحثی ایمان آوردن به فرشته ها علاوه بحث مخلوق است. یا ایمان آوردن به پیغمبرها. پیغمبرها مخلوق هستند و این چونین بعد ذکر فرشته ها بعضی علما درباره جن ها هم سخن میکنند، چون که ایمان آوردن به هستی جن هم اینم غیب است. اگرچه مثلا بودن جن احساس کرده می شود، چقدر انسان ها حس میکنند بودن جن را دیدند، مثلا اگرچه به شکل اصلی جن کو دیده نمیشد، لیکن جن را مقصد مشاهده کردن، حس کردند. بعضی انسان ها در خانه هاشان یا در وجودشان. به هر حال جن از نظر ما غایب باقی میماند. بنابراین ایمان آوردن به هستی جن هم از جمله علم اعتقاد است، چون که الله تعالی یک سوره را به نام سوره جن ماند. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. در ابتدای سوره جن الله تعالی با پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که قل، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم اوحی الی، به من وحی آمد که انه استمع نفر من الجن، چند نفر از جن ها آمده به قرائت پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش انداخته است و وقتی که گوش می اندازد ایمان می بیارد و رفته دیگر جن ها را دعوت به دین مقدس اسلام میکنند. خلاصه درباره جن ها و ایمان آوردن به هستی جن از جمله علم عقیده هست. بنابراین بعضی علما بعد ذکر عقیده اهل سنت جماعت عقاید فرشته ها درباره جن ها را هم ذکر میکنن، برای آنکه جن ها با فرشته ها چه علاقمندی دارند. جن ها با فرشته ها این علاقمندیشون این است که هر دوشون هم عقل دارند. مثلا حیوان ها زنده هست، میخورد، مینوشد، خواب میکند، فرزنددار میشود، ولی عقل ندارند حیوان ها. اما الله تعالی به انسان ها و جن ها عقل داد، هم نفس داد هم عقل داد. انسان ها با جن ها مشترک در چه هستند؟ مشترک در این است که در روی زمین زندگی میکنند. هر دوی هم عقل دارند، هر دو هم نفس دارند، یعنی میخورند، مینوشند، زناشویی میکنند، فرزنددار میشند و روز قیامت حساب و کتاب است و اینا برای عبادت آفریده شدند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در سوره ذاریات الله تعالی گفت که من جن ها و انسان ها را محض برای عبادت من آفریدم، برای عبادت خودم، تا اینکه مرا یگانه پرستش کنه، یگانه عبادت کنه. عقل دارند و نفس دارند، در اینجا شریک با انسان ها هستند. اما عقل دارند با فرشته ها هم عقل دارند، ولی فرشته ها نفس ندارند. فرشته ها گناه نمی کنند، جن ها گناه میکنند. در بین جن های کافر و مسلمان است و کافرش هم زیادتر از مسلمانش است. اما فرشته ها همش مسلمان هستند، یعنی همش به امر الله تعالی تسلیم شده، اطاعت از الله تعالی میکنند، نافرمانی نمیکنند فرشته ها. اما جن ها اکثریتش نافرمانی میکنند. یعنی از جهت اینکه عقل دارند و فرشته ها مانند است، این چون از جهت اینکه غیب هستند، با چشم دیده نمیشد در این دنیا. خب
بنابراین ایمان آوردن به جین ها هم از جمله علمی عقیده هست، ولی ببینید درباره جین معلومات میگیرید. موضوع بحثش آید جین است یا مخلوق است. مخلوقی که در روی زمین خونریزی کرد، فساد کرد، مردم را به گمراهی میبرد اکثریتش. ولی مسلمان های مؤمن ها هم دارند.